چطور در آلمان آرایشگر بشیم یا اینکه حتی آرایشگاه خودمون رو داشته باشیم. امروز اومدیم پیش یه خانم موفق آرایشگر در برلین که 3 سال پیش با ما دوره کوچینگ رو گذروندن و براشون کار پیدا کردیم و الان تونستن که آرایشگاه خودشون رو باز کنن. سلام میترا جون، خیلی خوشحالیم که امروز در کنار شما هستیم و خوشحالیم که میبینیم که موفق شدیم و تونستید که آرایشگاه خودتون رو باز بکنید و اول خودتون رو برای همراهان ما معرفی کنید و بگید که چند سال هستش که آلمان هستید. سلام به شما، خیلی ممنون که الان اینجا هستیم و من افتخار دادید. من میترا قلمنش هستم، از سال 2016 به آلمان مهاجرت کردم، شهر برلین. از سال 2004 تو ایران شهر رشت زلبشتندیش بودم تا سال 2016 که به آلمان مهاجرت کردم. پس قبلا توی ایران آرایشگر بودین و تجربه و مهارتش رو داشتین. بله. خب چند ساله که توی آلمان در واقع به این شغل مشغول هستین و چطور کارتون رو پیدا کردین؟ 2016 که اومدم فعالیتی نداشتم در ابتدا. از سال 2022 با شما آشنا شدم. 2022-23 بود که تونستم از طریق سیستم شما جاب سرویس برلین، خواهش میکنم، باعث افتخار منه، بر من یه رزومه خیلی خوب نوشتن. تونستم یک مکان کاری خیلی خوب پیدا کنم با اقامت دائم و 3 سال اونجا مشغول به کار شدم و بعد در نهایت سالن خودم الان باز کردم. درسته، مبارکتون باشه. خیلی خوشحالیم و افتخار میکنیم به چنین خانومایی که انقدر موفق هستن و تلاشگر هستن. چه سطح زبانی میشه در واقع مشغول به کار آرایشگری شد و آیا نیاز هستش که دوره خاصی مثل دوره وایتابیلدونگ یا دوره آسبیلدونگی رو کسی بگذرونه برای شروع به کار آسبیلدونگ یا اینکه خیر؟ در ابتدا باید بهتون بگم که مهمه که کجا کار پیدا کنم. اگه مکان ایرانی باشه نیاز به سطح زبان ندارن. درست. اما اگه مکان آلمانی باشه باید B1 داشته باشن. درست. که بدونن استارت کار بزنن. اگه میخوان جای کار بکنن نیاز به آسبیلدونگ ندارن. اگه میخوان آرایشگاه باز کنن باید آسبیلدونگ آرایشگری رو بگذرونن. پس برای اینکه در واقع بتونه کسی مشغول به کار آرایشگری بشه نیازی نیستش که حتما دوره خاصی رو، دوره وایتابیلدونگ یا دوره آسبیلدونگ رو توی آلمان بگذرونه و فقط همون مهارت میتونن کار کنن. بله میتونن کار بکنن. خیلی راحت همون تجربه کاری که دارن رو میتونن ببرن و روز اول یه تست ازتون میگیره، 2-3 روزی میمونید و اگه اوکی بودید در نهایت ادامه میدید. درسته. بعد بازار کار آرایشگری توی آلمان چطور هستش و پیشنهاد میکنید؟ مورد نیاز هستش و اینکه درآمدش به چه صورت هست؟ همه جا واقعا نیاز به آرایشگر دارن. واقعا من الان خودم به عنوان یک آدمی که اینجا رو باز کردم مدت هاست دارم دنبال یک کسی میگردم که بخواد یه دونه مژه کار برای من باشه، نمیتونم پیدا کنم. درسته. چون واقعا سیستم کاری اینجا زیاده و همه دنبال کارمند میگردن. راحت میتونن کار پیدا بکنن. استارت کار ساعت 12 یورو و خورده 13 یورو و میتونن استارت کار آرایشگری رو، آرایش و کسمتیک رو بزنن. و چطور تونستید که آرایشگاه خودتون رو باز کنید توی آلمان؟ چه چیزایی نیاز بودش؟ در ابتدا که داشتن اقامت، پروانه کسبی، هم ثبت گوربه، ثبت داره هنسور کاما و در نهایت یک مکان کاری، حتی یک اتاق در یک آرایشگاه. میتونید شما آرایشگاهتون رو داشته باشید. پس خیلی راحت در واقع هر کسی میتونه که آرایشگاه خودش رو افتتاح بکنه. بله. و اونم نیازی به تجربه خاصی یا دوره خاصی نداره، یعنی که باید ببینن که چه میخوان. تو شاخه کسمتیک میخوان ادامه بدن یا تو شاخه فیزو. اگه فیزو باشه میخواد کار کنم باید آسبیلدونگ داشته باشن و مایستری. اگه میخوان کسمتیک ادامه بدن نه اصلا نیازی نداره، میتونن آرایشگاهشون رو باز بکنن و
به کارشون ادامه بدن با همون مدارکی که از ایران آوردن. درسته. بعد در مورد آسبیلدونگ آرایشگری اطلاعاتی اگر دارید بگید که آسبیلدونگ آرایشگری به چه صورت هستش، چقدر زمان میبره و چقدر حقوقش هستش و پیشنهاد میکنید یا خیر؟ برای کسایی که از ابتدا شروع میکنن برای رشته آرایشگری، دوره آرایشگری که خب تقریبا 3 ساله برای آسبیلدونگش و بعد در نهایت که دیگه مدرکتون رو میگیرید و اگه بخواید ماستری رو ادامه بدید و دوباره ادامه ماستری رو میخونن و در نهایت مدرکش رو میگیرن، میتونن برای خودشون یک فریزیا باز بکنن، یک آرایشگاه باز بکنن برای خودشون، با مدرکشون و کارمند بگیرن و کار کنن، به تنهایی کار کنن. اما برای کسمتیک یه دوره 1.5 ساله است که تمام شاخه ها توشه، از پرمننت میکاپ، تتو، هاشور، ابرو، فوسفلگ، ناخون، همه اینا توی اون 1.5 سال با هم دیگه جمع میشه که میتونن اونم با سطح زبان B1 هر دو تا رو با سطح زبان B1 میتونن داشته باشن. اما برای اینکه عزیزانی که بخوان یک کسمتیک سالن داشته باشن اصلا نیاز نیستش که حتی این پروسه رو بگذرونن. میتونن با هر ارفاقونی که از ایران دارن بیان این کار رو شروع بکنن. درست. ولی باید بلد باشن، نه اینکه اینجا خیلی اصلا یه دوره‌های وایتابیلونگ کوتاه میرن مثلا برای میکروبلیدینگ 3 روز میرن 4 روز میرن اینو یاد میگیرن و واقعا با اون اصلا باز کردن یک آرایشگاه اصلا منطقی نیست. و اینکه کلا این شغل آرایشگری چه مزایا و معایبی داره و توصیه میکنید که کسی آرایشگری رو برای دیگران انجام بده یا اینکه خودش آرایشگاه خودش رو داشته باشه؟ مزایا و معایبش رو لطفاً بگید. مزایایی که شما برای خودتون آرایشگاه باز میکنید، زمان مال خودتونه، وقت مال خودتونه، خودتون برنامه‌ریزی میکنید که چه کاری انجام بدید. ولی وقتی برای کسی دیگه کار میکنید خب یک زمانی رو شما باید برید سر کار و برگردید، مسئولیتی هم ندارید، زمان خودتونه، اون تایمتونه پر میشه و در نهایت تموم میشه. ولی وقتی شما یک جایی رو افتتاح میکنید باید تمام وقتتون رو بذارید، تمامتون رو بذارید. خب خستگیاش بیشتره اما درآمدش خب به تبع بیشتره. درست. بعد در مورد دوره‌های وایتابیلون و دوره‌های کوتاه مدت آرایشگری هم اطلاعاتی دارین که به چه صورت هستش و آیا هزینه‌هاشو دولت پرداخت میکنه یا خودشون باید هزینه پرداخت بکنن؟ اگه بخواین دوره‌های مثل پرمننت میکاپ، میکروبلیدینگ، برای خط چشم، خط لب اینا رو بگذرونن، نه اصلا دولت بهشون هیچ هزینه‌ای نمیده. فقط شما در زمانی که بخواین تحصیل کنین برای دوره 3 ساله و دوره 1.5 ساله همش رو اگه تحت پوشش جاب سنتر باشن میتونن از مزایای دولت استفاده کنن. درسته. پس فقط در واقع دوره‌های مثل اومشولونگ یا آسبیلدونگ هستش که دولت همراهی میکنه ولی برای دوره‌های کوتاه مدت معمولا هزینه پرداخت نمیکنن اصلا. اونا دیگه درسته. من خودم هم دوره آسبیلدونگ آلمان نگذروندم، با رفاقم کاری اومدم، الانم که خب کسمتیک سالنم افتتاح کردم فقط به خاطر اینکه می‌خواستم دوره وایتابیلونگ داشته باشم همه مدارک رو شخصا هزینه کردم. درست. چون اصلا اونا این رو قبول ندارن. درسته. ولی خب ارزشش رو داره. معلومه شما وقتی دارید یک مدرکی رو دارید، مدرک قانونیه، جزء قشرش انکانت آسبیلدونگ، شما راحت میتونید این رو خیلی خوب ازش لذت ببرید، چیزی که دارید دیگه مدرکتونه. بعد یه مورد دیگه این که کسانی که حالا میخوان کار آرایشگری رو اینجا شروع بکنن میتونن مدارکی که توی ایران دارن رو انرکانت کنن یا اینجا متاسفانه دوره فن حرفه‌ای ایران اینجا اصلا مطابقت سازی نمیشه. این مشکلی که بر خود منم پیش اومد و من تمام مدارکم آوردم اینجا، اول دفعه به آقای موسوی تحویل دادم و گفتن این همه مدارک اینجا هیچ کاری نمیشد کرد، به خاطر اینکه سن کمی هم داشتم، چون توی قانون آلمان یک اوسنامه وجود داره که کسایی که 47 سالشون باشه میتونن با مدارک و ارفاقون به ایران تشریف بیارن اینجا، مدارکشون رو ببرن و مطابقت سازی کنن و یک امتحان بدن و در نهایت ماستریشون رو بگیرن و سالن خودشون رو باز کنن. این
شدنیه، ولی در غیر این صورت نه. پس این در واقع فقط برای کسانی هستش که 47 سال بله از 46 سال میتونید استارت کار رو بزنید و در نهایت برید و شروع کنید و از مدارک ایرانتون لذت ببرید. اگه مدارک ایران رو بردارید اینجا متاسفانه نمیتونید ازش استفاده کنید. پس اینجا در واقع سن بالای مزیت محسوب میشه. بله ولی دیگه خیلی خسته کننده است. فکر بکنید 47 سال. درسته. فکر کنید من خودم وقتی از 2004 شروع کردم اومدم اینجا با کلی سابقه اومدم اینجا. الانم تقریبا 9 ساله که اینجا هستم. خب اینم باید در نظر داشته باشید اصلا کار راحتی نیست دیگه. 47 سال به بعد آدم دیگه واقعا بخواد تازه بری امتحان اینجا، تازه امتحانش هم امتحان راحتی نیست. بله. اصلا امتحان راحتی نیست. درسته. و در آخر اینکه حالا توصیه شما برای اینکه یه نفر بخواد آرایشگاه خودش رو داشته باشه، ساده ترین راه و آسان ترین راهش چی هستش؟ اگه بخواید آرایشگاه خودتون رو داشته باشید و دوره آسپیلدونگ هم نبینید و سرمایش رو هم دارید که اینجا سرمایه گذاری کنید، شما میتونید یک سالن خیلی بزرگ داشته باشید، یک مایستر به عنوان کارمند فول سایت استخدام کنید و سالنتون رو باز کنید و خودتون کنارش کار کنید. اما اگه میخواید یک کسمتیک سالن باز بکنید میتونید با همون مدارک ایران به هنزورکاما برید، خودتون رو ثبت بکنید با 80 € و ثبت اداره میشید. گوربتون رو هم که دارید، مکانتون هم پیدا کردید. در نهایت شما میتونید اینجا با همون ارفاقوندی که ایران دارید، مثل میکاپ، عروس درست کردن، پرمننت، تاتو، پوست، ناخون، فوسکلگه، کار پا، هر چیزی که به غیر شیمی، به غیر رنگ، به غیر اون باشه میتونید راحت تو همون کسمتیک سالن با ارفاقون که ایرانتون انجام بدید و هیچ کار سختی هم نیست. راحت میتونید کارتون رو باز کنید، کارمند بگیریم، کارآفرینی بکنید، کار کنید، همین کاری که دارم من انجام میدم و به نظر من واقعا خیلی خوبه. درسته. بله. چون من فکر میکنم درآمدی که توی کسمتیک هست تو فیرزوان نیست. بله دقیقاً. به خاطر اینکه شما وقتی یک پرمننت انجام میدید، یک میکروبلیدینگ انجام میدید، استارت کار از 250 € برای گشفت. درست. برای سالن شروع میشه. شما وقتی یه رنگ مو شروع میکنید حداقل باید 5 ساعت برای رنگ مو زمان بذارید. در نهایت 250 € هم نمیتونید بگیرید برای خیلی از موها. ولی برای یک ابرو شما میتونید توی زمان 40 دقیقه یک ساعت استارت بولت 250 € شما میتونید یک ابرو درست بکنید. درسته. کسایی که اطلاعاتی ندارن و میخوان تازه شروع بکنن میتونید بگید که تفاوت بین کار در واقع اون آرایشگری با کسمتیک چی هستش و هر کدوم شامل چه بخشایی میشه؟ وقتی شما میگید آرایشگری یعنی فریزور، وقتی شما میگید کسمتیک یعنی اینکه میافتید توی شاخه آرایش، پرمننت، همین تاتو زدن، هاشور کردن، ناخون و تمام بهلونگایی که ربط به صورت داره مربوط به کسمتیکه. درسته. چون خیلی عزیزان مشتاق هستن که مثلا توی در واقع تاتوکاری یا کار ناخون بتونن ادامه بدن، پس همه اینا توی شاخه کسمتیک هستش. و اینا رو خیلی راحت بدون اینکه اصلا سابقه ای هم داشته باشن یا اینکه دوره ای رو بگذرونن، فقط با همون مهارتی که دارن در واقع میتونن که هم برن جایی مشغول به کار بشن و یا حتی اینکه برای خودشون اون رو ثبت بکنن و کار خودشون رو انجام بدن. من الان فقط دارم در زمینه خانوما و آقایونی که سابقه کاری دارن، اما یه کسی هستن که واقعا استعداد دارن تو یه شاخه میخوان فقط کار پرمننت بکنن. میرن یه دوره کوتاه پرمننت میبینن چند روزه و بعد از اون میتونن یه خورده خودشون رو قوی بکنن و در نهایت باز یک سالن کسمتیک باز بکنن توی رشته پرمننت میکاپ. بله، ولی همه اینا شما توی هنزورکاما به کسمتیک ثبت میشید چون توی شاخه کسمتیک. حالا اگه کسی بخواد که توی زمینه پرکتیکوم یا اینکه کارآموزی توی آرایشگاه داشته باشه، اون به چه صورت هستش؟ کسایی که میخوان پرکتیکوم ببینن میرن یک مکانی رو پیدا میکنن، یک آرایشگاه خودش رو معرفی میکنن و میگن میخوام پرکتیکوم ببینم. میتونن بین 2 تا 3 ماه پرکتیکومشون رو ببینن و بدون هزینه تا 2 تا 3 ماه. ولی بیشتر از اون باید دیگه از کارفرما
پول دریافت کنن دیگه، به عنوان کارمند حساب میشن. بیشتر از 2-3 ماه. توصیه شما برای کسایی که میخوان از صفر کار آرایشگری رو شروع بکنن چی هستش و سریع‌ترین و بهترین راه کدوم هستش؟ تنها راهش اینه که آسبیلدونگ بگذرونن. تو دوره آسبیلدونگ هم حقوق دریافت میکنن، هم میتونن مدرک معتبر داشته باشن و در نهایت کار خوب. این تنها توصیه من به شماست. بسیار عالی. بله، با دوره آسبیلدونگ شما در واقع میتونید همین که هر جایی که میخواید کار بکنید، هم میتونید که بعداً آرایشگاه خودتون رو داشته باشید. دقیقاً همینطور. و اینکه شما چه توصیه‌ای دارید برای کسانی که کلاً میخوان توی این در واقع حوزه آرایشگری مشغول به کار بشن؟ توصیه من به شما عزیزان اینه که خودتون رو دوست داشته باشین، به خودتون اعتماد کنید و اون چیزی رو که دوست دارید دنبالش برید. حتما موفق میشید. مطمئن باشید که دور نیست، یکم سخته اما نشدنی نیست. برای همتون آرزوی بهترینا رو دارم. خیلی هم عالی و خیلی ممنون از شما که وقت گذاشتید و باعث افتخاره که یه خانم تونسته که در واقع به این جایگاه برسه و در نهایت جایگاه شغلی مورد علاقه خودش رو پیدا بکنه. هر سوالی که هستش لطفاً توی کامنت ها بنویسید و میترا جون با کمال میل پاسخگوتون هستم. خیلی ممنون از شما. مرسی که به من افتخار دادید، اومدید، وقت گذاشتید. خیلی ممنون از حمایتتون. با کمال میل من هر جوری که بتونم و در توانم باشه هستم در خدمتتون. خوشحال میشم که واقعا بتونم کاری انجام بدم و تجربیاتمو در اختیارتون بذارم. من هستم در خدمتتون. ممنون از شما. خدا نگهدار.